اونایی که گربه دارن مشکلشون اینه که غذای خوب مخصوص گربه ها نمیدونن دقیقا چه برندی رو میتونن برای گربهشون استفاده کنن که خیالشون بابت همه چیز اون غذا راحت باشه. من بهشون غذای کیتکت رو پیشنهاد میکنم که اولا اینکه داخلش پی و چربی و آشغال خوک اصلا نداره و گوشت بسیار با کیفیتی داخلش استفاده شده، پس خیالتون بابت این قضیه راحت باشه. گزینه دوم اینه که داخلش تاورین داره که تاورین توی بدن گربه ها ساخته نمیشه و این غذا غنی شده با تاورینه که ویتامین 1 2 3 که مکملیه که باید توی بدن گربه ها ساخته بشه و باید تو بدنشون وجود داشته باشه، به خاطر اینکه به مغزشون، چشاییشون، سلامت کلی بدنشون، قلبشون و خیلی چیزای دیگه کمک میکنه و باید داشته باشه یعنی تو بدنشون. اما ساخته نمیشه تو بدنشون. آره ولی ساخته نمیشه تو بدنشون. و اینکه شما یا باید یک غذای خشکی بدید که داخلش تاورین داشته باشه یا اینکه از مکمل‌های حاوی تاورین بخواید استفاده کنید. خب چه بهتر اینکه از غذای خشک استفاده کنید که غنی شده با تاورین هستش. علاوه بر اون داخل این غذا نه گلوتن و نه غلات داره و باز هم خیالتون رو اینجا راحت میکنه و داخلش ویتامین ها و مواد معدنی مناسب گربه ها رو هم داره و داخلش سویا، غلات و ذرت هم نداره و خیالتون بابتش راحت بشه. از طرفی GMO که حالا شامل رنگ‌های مصنوعی، افزودنی‌های خوراکی غیر مجاز و مواد شیمیایی داخلش اصلا استفاده نشده که خیالتون رو کامل بابت یک غذای خوب راحت میکنه. این غذاها به صورت پک‌های 1 کیلویی هستش و 3 مدل داره. این نوعش برای بچه گربه ها هستش، این نوعش برای گربه های بالغ با طعم مرغ و سالمون و این یکی مدلش با طعم مرغ و بوقلمونه، این هم برای گربه های بالغه.